الا وقد کتب مقعده من الجنة و مقعده من النار. هر کدام شما گو جایگاه تو آماده ای، جنتی ها در جنت، دوزخی ها در دوزخ، نامو ثبت شدگی جاها معلوم ای. خدای تعالی انسان اختیار دادگی ای، اختیاری کردن یا نکردن کارا. دلیلش چی است؟ دلیلش مگر که بعضی از برادران دعوت میکنیم نمازشون رو بخونن خدای حرام باز کنن، اگر تقدیر ما همین بین‌المللی گمراهی باشه چی ما رو مجبور میکنه؟ همین نشه که در مثلا گروه هجر در تقدیر ما بود. همین جاهل ابله کسی را میگن که خودش عمل میکنه و با خدا نسبتش میده. اینو پیرو شیطان همی طایفه. فقط شیطان همی کار کرده است. پدر ما آدم علیه السلام وقتی که از جنت رانده شد در روی زمین 1000 سال تضرع کرده است و گریه و لابه کرده. ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. دعاش همی بود حضرت پروردگار رو در جان خود ما ظلم کردیم. همین ظلمی که به سر اومد ما به دست خود ما کردیم. اگر خدای رحمت مغفرت نکنی، اگر ما را نبخشی، وای به حال ما که ما ای جمله زیانکارا و دوزخیا میشیم. خدای تعالی توبهش قبول کرد. اما شیطان هم راندن کو. شیطان توبه نکرد. گفت ربی بما اغویتنی، خدایا به خاطر به سبب آن که تو مرا در اغوا انداختی و تو نوشتگی همراه تو نوشتی که شیطان گمراه میشود. یکی کسی که همین پیروی شیطان میکنه او شاگرد شیطان و مرید شیطانه. فردا روز قیامت همنشین هم شیطان میخیزد. اینا ببین باز آن ابلیس مکر آغاز کرد که بده من سرخرو کردیم زرد، رنگی تو سباغم تویی، اصلی درد و آفت داغم تویی. تو شیطانی میگه رنگ شیطان حیله میکنی. همون ابلیس گفت که کاری تای پروردگارا تو مرا در اغوا انداختی. اینا ببین از پدر آموز ای روشن جبین، ربنا گفت و ظلمنا بعد از این. او تو فرزند آدم علیه السلامی، پدری تو نگفت که خدایا تو در تقدیر من نوشته بودی که من از جنت رانده میشم. گفت خدایا من در جان خودم ظلم کردم. بر درخت جهل تا کی برجهی، اختیار خیش را یکسانهی. این حیله نیست. بگو که همین سبب نجات میشوه رود سیاه. هیچ وقت این سبب نجات تو نمیشوه. بار حضرت صلی الله علیه و سلم حدیث امام بخاری است. از حضرت علی کرم الله وجهه روایت است. میگه حضرت همراه صحابه نشسته بود. گفت ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من الجنة و مقعده من النار. هر کدام شما گفت جایگاه تو آماده ای، جنتی ها در جنت، دوزخی ها در دوزخ، نامو ثبت شدگی جاها معلوم ای. میگه صحابه گفتن که یا رسول الله افلا نتکل علی کتابنا و ندع العمل. ای حبیبی خدا گفتن مادام که همین خیل باشه ما هم توکل به همون کتاب میکنیم. عمل چی در کارای چی جمعون رقم بتیم ساعتی 3 شب بخیزیم. در این گرمای تابستان چی ظلم اومده است اگر روزه میگیریم. خیلی اگر جنتی باشیم جنت میریم، دوزخی باشیم دوزخ میریم. عمل چی لازم ای؟ حضرت گفت اعملوا فکل میسر لما خلق له. عمل کنید. امر کرد اعملوا. به هر کس همون عمل میسر میشه که خدا براش خلق کرده است. کسی اهل سعادت است برای او عمل اهل سعادت میسر میشه. این حدیث قسمت دیگه من گفتم. کسی از اهل شقا و بدبختی است با او عمل یعنی بدبختی لازم میشه. ما بهانه کرده نمیتونیم که خیلی در تقدیرم نوشتگی بدست ای دستی من چیکار میآید. اما ای عمر خیام یک روایی را قصه میکنن. میگن گویا گفته باشه که یا رب تو گیلم سریشته ای من چی کنم، پشم قصبم تو رشته ای من چی کنم، هر نیک بده که آید از من به وجود تو بر سری من نوشته ای من چی کنم. اگر به شرطی که واقعا همین روایی از عمر خیام باشه، عمر خیام خیلی یک فیلسوف و یک منجم بود. مثال اگه عالم دینی نیست که پس معلوم میشه که عمر خیام در عقیدهش عقیده جبری ها بود است. این عقیده جبری ها میگن. مقصد که غلط میکنه، در فکرش غلط داره که
تو مرا کرده ای دستی من چیکار میاد؟ خدای تعالی انسان اختیار دادگی است. اختیاری کردن یا نکردن کارا. دلیلش چی است؟ دلیلش آیه قرآن. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. خدای بزرگ میگه بیشک ما انسان خلق کردیم از یک نطفه آبی منی چکنده. نبتلیه امتحانش میکنیم. ها این انسان برای امتحان خلق کردگیم. ایامی خاطر این انسان ما سمیع بصیر خلق کردگیم. میبینه، میشنوه، عقل داره. اوخی انسان ای حیوان فرق میکنه. سفید ای سیاه فرق میکنه. انسان خدای تعالی یک امانت بزرگ داده است، عقلش داده است. با برزم ای ببینه پیغمبرا را فرستاده استش، راه نشانش داده است. با نگه که یکی پیغمبر را با چشمم ندیدم یا که پیشتر ای من گذشت، پیغمبرا کتاب آوردن. نبی ها تا زمان حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیوسته آمدن شریعت هم پیغمبرا را در بین مردم ابلاغ کردن که فراموش نکنن. غرض از فرستاده شدن پیغمبرا همین است که فردا روز قیامت ما بهانه نکنیم که ما نمیدونستیم. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون علی الناس حجة بعد الرسل. این پیغمبرای بیم دهنده و بشارت دهنده را الله میگه به او خاطر فرستادیم که بنده ها با بهانه نکنن که ما نمیدونستیم، ما نفهمیدیم. اینا ببینید بعد وفات حضرت صلی الله علیه و سلم پیامبری قطع شد، اما همون فونکسیای نبی های بنی اسرائیل در عالمای امت محمد صلی الله علیه و سلم وضع شده است. عالمی که مردم از حلال حرام آگاه نمیکنه روش درگور فقط در پیش خدا جواب میده. وظیفه شای ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. حتما الله میگه باید در بین مردم شخصایی باشند که دعوت به سوی خیر کنند، امری به معروف و نهی از منکر کنند. همین طایفه انمی علما هستند. عالم جواب میده در پیش پروردگار اگر باشد دیگه انا وظیفه خودش اجرا نکنه. اینا ببینه دیگه چی بهونه میکنی؟ گفتم خود در تقدیر رو نوشتگی همین گپ شد. سبحان الله. از دکان اگر کسی تر ببرد کیم به حکم ایزی دسته با خیرت بر سرش کوبی دسته مشتی کره، حکم حقین است که اینجا باز ده. یا آدم بیا یا ای دکان یا تر بگیره با قپیش با میگه که خیلی در تقدیر رو همین نوشتگی بدست برادر روزی میشه. دو سه مشتش میزنه که رود درگور. خدای تعالی گفته است که مالکیت شخصی تجاوز ناپذیر است. اینا باید دست نرسونی. تو به اجازت گرفتی، به سون گرفتی. در یک تربه چه این عذر فضول می نیاید پیش بقال قبول، چون بر این عذر اعتماد میکنی؟ او وقت عذری تو در یک ترب در دنیا نمیگذره، تو چه خیلی امید میکنی که فقط پیش پروردگار را میگم که او خود در تقدیرم نوشته اجازه من چیکار میومد؟ چون بر این عذر اعتماد میکنی؟ بر حوالی اژدهای میتنی. گفت دزد شحنه را که پادشاه، آنچه کردن بود آن حکم اله. میرشب یا دزد میقپه با او گریه را میبرداره. ای حضرت اوخی من همی کار پیش خودم نکردم کو. یک برگ ای درخت به مشیت الله نمیغلطه. اوخی همی که در تقدیرم نوشتگی نمیشید من همی کار نمیکردم، این حکم الله های. گفت شحنه آنچه من هم میکنم حکم حق است. ایده چشمی روشن. بسیار خوب. انا که منم هم حکم پروردگار را جوری میکنم، دستک همه برام میبرم و برای خدای تعالی گفته است و سارق و سارقت فقطعوا ایدیهما. انا همین مقصد این بهونه شیده نمیتونه. این روسیاهی بیش نیست. خداوند هدایت میکنه. بعد این قدر تبلیغ، این قدر ابلاغ دیگه حیله و نیرنگ نکنیم، حقیقت درک کنیم که اوخی انسان مخیره، انسان اختیار داره. آدم کورا یک کس میگه که تو برش کار کن، میگن که رشته رای پلشکی سوزن بگذارو، نمیگن. مادام که ما را میگن که نماز بخون، ما امکانی نماز خونی داریم. روزه بگی امکانی روزگیری داریم. کسی امکانی روزگیری نداره شریعت تکلیفی مولای اتاق در بلاش نمیگذاره کو. میگن که خیر روزه گرفته نمیتونه، شیخ عاجزی کسلی مثلا قند داره، قندش دویم بلنده، بگذارم کفارت شبته ان شاء الله خلاص